سر کوچه بچه ها 1000 خورده ساله که از غیبت و غربت یه آقایی میایم به اما ما همین تعداد کمی که باقی موندیم و اعتقاد داریم چیکار کردیم برای ایشون؟ این خیلی مهمه. اون کسایی که اعتقاد ندارن که خب مسخره میکنن، مشخصه. اما مایی که اعتقاد داریم زمان حضرت سیدالشهدا اونایی که واقعا ادعایی میکردن که سیدالشهدا دوست دارن حداقل یه نامه برای امام نوشتن، اما ما خودمون همون کار رو هم نکردیم که ایشون رو از غربت در بیاریم، نه اینکه زندگی خودمون بهتر بشه. بین این دوتا خیلی فاصله است. ما اگه دعایی هم کردیم به خاطر خودمون بوده، گفتیم یا بقیت الله بیا که عدالت اجرا بشه، نه به خاطر اینکه شما تنهایی 1000 خورده ساله در غربت و تنهایی زندگی میکنید، به خاطر اینکه ما گره از زندگیمون باز بشه، گره از کارمون باز بشه. این اوج معرفت نیست. اما اینو میخوام خدمتتون عرض کنم، اگر در فکر اون آقایید این رو یه جوری نشون بدید، اون حضرت رو یه جوری یاد کنید، با صلواتی، با یه شکلاتی، نمیدونم هر جور که میتونید، اما یاد کنید. یه چیزی تو این سند زندگی ما باشه که فردا بتونیم بهش استناد کنیم، بگیم ببین ما واقعا آقا رو دوست داشتیم، اینجا یاد کردیم از اون حضرت. چه بسا 100 سال 200 سال دیگه بگذره و از ما به عنوان یه سری مردم نامرد یاد بشه. ما الان چطور مردم کفر یاد میکنیم؟ اینطور زندگی نکنیم، حداقل در زندگی شخصیمون. همین ماهایی که اعتقاد داریم سعی کنیم از اون حضرت یاد کنیم. یا علی مدد. سلام علی آل یاسین. السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته.